آموزش تولید محتوا با هوش مصنوعی، یک دوره 7 روزه که براتون تدارک دیدم، بهتون یاد میده چطوری عکس، ویدیو و خیلی محتوای جذاب بسازید، پرسونال برند خودتون رو ببرید بالا و توی سوشال مدیا متفاوت باشید با دیگران. همینطور که میبینید این کورس آنلاین 7 روزه و در 7 روز من براتون یه سری درس آماده کردم که شما در قالب ویدیو میبینید، آموزش میبینید و مطالب خیلی ساده است، حتی برای کسایی که تا حالا هیچ سابقه کار کردن با هوش مصنوعی رو نداشتن هم این کورس خیلی مفیده و شما میتونید راحت با امکاناتی که این علم به شما یاد میده بدون خرج کردن محتوای خیلی جذاب بسازید. الان میدونید که توی سوشال میدیا اگر میخواین کار خودتون رو شروع کنید، اگر بیزینس دارید و میخواید توی مارکت یه سر و صدایی بپا کنید، باید محتوایی که میسازید یک کار خاص باشه، یک کاری باشه که آدم‌ها رو جذب کنه. و من هدفم این بوده که نه تنها کانتنت کریشن رو بهتون یاد بدم با AI، بلکه سیستم‌های مارکتینگی جدید، تمام علمی که شما نیاز دارید که متفاوت بشید رو بهتون آموزش بدم. مثلا بهتون یاد دادم که چطوری خودتون رو کپی کنید و نسخه AI خودتون رو بسازید که راحت بتونید محتوا تولید کنید. صداتون رو کپی کنید. بهتون یاد دادم که چطوری موزیک بسازید که زیر ویدیوهاتون بذارید، یا حتی یک سری منابعی رو بهتون معرفی کردم شما باش میتونید درآمدزایی کنید در یوتیوب، تیک تاک و بقیه پلتفرم‌ها. مطالب خیلی کامله و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما استفاده کنید. این کامل ترین آموزشی هستش که به زبان فارسی در رابطه با هوش مصنوعی در حال حاضر وجود داره و کسانی که عضو میشن در این کورس یک لینک تلگرام دریافت میکنن که اونجا میتونن با خود من شخصا در ارتباط باشن. اگر سوالی دارن، اگر مسئله‌ای هست، من خودم جوابگو خواهم بود و همچنین اگر مطلب جدیدی بیاد من کورس رو به روز رسانی میکنم و شما با عضویت در این کورس از مطالب جدیدی هم که قرار اضافه بشه در زمینه با هوش مصنوعی با خبر میشید. و بهتون بگم الان دوره‌ایه که اگر شما خودتون رو تطبیق ندین 100% عقب خواهید. این کورسی که من براتون درست کردم چیزیه که خودم زمانی که این کار رو شروع کردم دوست داشتم که وجود داشته باشه و نبود. اگر که میخواهید که در 7 روز یاد بگیرید که چجوری با هوش مصنوعی متفاوت بشید در سوشال میدیا، حتما رو از دست ندید. آقا یه چیزی بگم بین خودمون بمونه. دیدین اینفلوئنسرها چطوری ویدیوهای خفن میسازن، موزیک اختصاصی دارن؟ هوش مصنوعی اومده که کار ما رو راحت کنه، نه بترسونه. قبلا برای یه پست یا ویدیو ساعتها فکر میکردیم. الان تو چند دقیقه ایده میده، متن مینویسه، حتی کمک میکنه ویدیو بسازی. اگه تولید کننده محتوایی از فیلم سازی و قصه پردازی با هوش مصنوعی، فقط کافیه شروع کنی. میدونم گیج شدی. همه میگن AI رو ابزار معرفی میکنن ولی هیچ کس ساده نمیگه چجوری.